کینجابای شوکیروف دانشجوی سال سوم فاکولته صنعت دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف میباشد. با همراهی استادان و همسبقانش تصمیم گرفته است که به خانه موزه شیخ کمال خوجنده تشریف آورده منظرهای زیبای اینجا را تصویر نمایند. کینجابای امروز میخواهد مهمانخانه کمال خوجنده را تصویر کند. به گفته خودش برای تصویر خانه موزه مشکلی وجود ندارد. قهرمان گزارش ما کینجابای شوکیروف در دوره تعطیل که به شرایط پاندمی راست آمد به ناحیه‌های دیوشتیچ، شهرستان پنجکند و موضع ورزشی استراحتی سفید دره رفته در برابر استراحت به رسم کشی مشغول شده است. تصمیم گرفتیم که این در یک خانه موزه استاد یک چند چیزهای تاریخی بایست یکی از آنها را تصویر نموده برای خودمون یک چیزی نو را گیریم. به طور اتیود گوییم یک 15-20 دقیقه درونش را تصویر کردن می شود و اگر به طور پورگی گوییم یک 2-3 ساعت وقت می برد. سال روان 7 سالگی شیخ کمال خوجنده در قلمرو کشور تجلیل کرده می شود. خانه موزه 21 مارس سال 2015 بخشیده به 25 سالگی استقلالیت کشور در عرفه تجلیل نوروز با اشتراک پرزیدنت کشور پیشوای ملت امامعلی رحمان افتتاح گردیده است. با سبب پیدایش بیماری کرونا ویروس در 6 ماه سال روان همگی بیش از 500 نفر خانه موزه را دیدن نمودند. تخمین تشمت و راهبلت خانه موزه شیخ کمال گفت که خانه موزه از حوله مردانه، مهمانخانه زمستانه و تدریسگاه عبارت میباشد. در تدریسگاه زیاده از 100 نامگوی کتاب‌های شاعران عصر میانگی و کتاب‌های خود کمال خوجنده موجود میباشد که با زبان فارسی نوشته شده است. هر نفر میتواند از اینجا دیدن نموده خاطرات خوب گرفته باشد. همچنین در خانقاه یا تدریسگاه کتاب شاهنامه فردوسی که در زمان استقلالیت نشر شده است گذاشته شده است. قسم دوم حوله جای برای زنها بوده. در آنجا کارگاه، انبار ذخیروی، مهمانخانه زنها و آشخانه موجود می باشد. در اینجا اون خانه‌هایی که شما می‌بینید همه در اینجا صنعت‌های والای ملی تاجیک وسیع استفاده برده شده است به مانند نقشکاری، گچکاری و هم کنده‌کاری روی چوب. حالا به جشن 700 سالگی شیخ کمال خوجندی در اینجا چاره‌بینی فرهنگی علمی یک جایه با مرکزی کمالشناسی و اینچنین با کارمندان مؤسسه دولتی علمی قلعه خوجند یک جایه ما در همین خانه موزه کمال خوجندی میگذاریم که این هم باشد در اول ماه سپتامبر برگزار می‌گردد. نصیبه خان ایشان و سرمعلمه کافدره رسم و مصوری دانشگاه دولتی خوجند ضمن صحبت گفت که امروز زیاد از 20 نفر ختم کردگان سال دوم تحصیل را برای تجربه آموزی به باغ کمال خوجنده و خانه موزه آوردند. نصیبه خان ایشان و افزود که تجربه آموزی دانشجویان همساله در آخر سال تحصیل گذرانده میشد، اما سال روان با سبب پاندمی کرونا ویروس آن به ماه آگوست گذرانده شده است. 7 روز می شود که دانشجویان تجربه آموزی خود را در موضع‌های گوناگون شهر خوجند می‌گذرانند. از جمله با موقلم تصویر نمودن خانه موزه شیخ کمال نیز در عرفه تجلیل جشن بزرگ 700 سالگی مولود شاعر عمل خوب و منفعت بخش به حساب می رود. تجربه آموزی را از همون خرمشهری صحنه حولی دانشگاه سر کردیم، زیرا که یک باغ بسیار زیبا در قفوی همون دانشگاه همو برپا کرده شده است. در اونجا 3 روز ما با همون درختان، یک چند درختان بسیار نادر هم در اونجا و قامت افراخته است. همون ها رو بچه ها کشید، بوته ها و بعد سانی ما از اونجا به اینجا اومدیم به باغ کمال خوجنده و باز 2 روز دیگر ما به نوروزگاه می رویم. در حقیقت یک احساسات خوبی ایجادی پیدا نمودیم. دانشجویان به هر یک کنج و کنار همین درگاه نگاه کرده گویا به خود می گفتند که در همین جا اون بزرگواری که از تاریخ شاعران ما و فخر ملت ما هستند در همین جا زندگی و فعالیت می بردند. بختیار غفوروف همراه کینجابای شوکیروف در خانه موزه با تصویر داخل بنا مشغول هستند. آنها نیت دارند که در مدت کوتاه عمل خود را به آخر رسانیده سپس به خانه هایشان روند. گذراندن تجربه آموزی در منطقه و موضع‌های گوناگون کشور جهان بینی دانشجویان را وسیع می نماید. گزارش سید مختار سید انور، نسیم جان رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.